خوب میگذاریم در مسئله عزت امان. بینندگان گرامی خوب با دقت باشید و امروز هم نهایتی همون یعنی تا 25 ایون بود، 25 ایول انا که 25 اوگوست نهایتی دو ماهه توقیفش می شود و فعلا نمی خانه هایی که مانده استیم نمی خانه عزت امان بوده است مونشون رفتن بگیم خیلی تا اینکه مردم ببینن. این مگزین است، مگزینی که عزت امان بوده است و اینا امنیت روی کرده است. اینم براتون بگم یا مگزین یادی یک خانه عادی که یک قلاور رحمانوف 100 تایتری را داره، یک قلاورش یک دزدی رحمانوف 100 تایتری داره. اگر همون عزت امان که در آسیا هم قبل همین چیز نداشته باشه در تاجیکستان آیا این یگان مردانگی یا مگزین همین امنیت که توسط بعضی بزغالا که در مسکو اولی من نومش نمیگیرم حوزه در این برنامه نه که ای بعد میگیرم نومش که در مسکو کار میکنه با گفتی گپا خی خودش فهمیدم اون آدمی که من گفته استم که در مسکو های در یا رادیو هم کار میکرد حوزه هم کار میکنه نمیدونم بز بوده است. انا همو بز با معلومات داده است که آنا این مردم بچهش پول جمع کرده است در اینجا مگزین فروخته است محمد یوسفو با عزت همون پول نتیه فلان. هیچ کس من نمیدونم اصلا در مسئله پول یگان کار ندارم، این با من یگان ارتباط نداره، ولی مهاجرا بفهمه که این همی چیزا را میخواه امنیت که نه با مخالفا را گویا روان کنه که بیا ما نشر کنیم بینه عزت همون چخلی خونه رسکاش ندارن یا کنه خونه برام خونه را ایسر مونده ببینن همی آزاده قطعی یتیم فی لعنتی خونه را بینه چخل خونه عجایب زور بوده است یا خونه شکتور نکرده در 20 سال در آسیا دگیش بشوره تا خونه راز کردگی این خونه را یا سگ رحمانوف داره یا سگ رحمانوف این خونه زیاد داره ایزا بکشه با بزوی در مسکو بودگیشون با ایران میگیرن با می پرتایان در یوکی اگه گویا بچهای مخالف بگیرن همین را نشر کنن که عزت امانت دیده چخلی خونه دیتاژای گرینی زور داشته است مگزین شدیده مگزین چخ زورای با 3 4 5 تا بزی دیگه را میگن انا این خونه رو با پلی موقتی رو درست کردگی بود انا کوز بعد پلی مرابطه او پل کار کردن ینده که شهولو و این نمر قطعی نمیگذره و این نمر به خلاف قطعی نمیگذره. عزت امانت باید شما آزادش کنید. عزت امان قرضدار نیست هیچ کس. این چیزای ساختگیتون والله قسم آزاده با خبرت کرده ایسم یتیم فی لعنت کرده الله خبرت کرده ایسم رمضان رحیم زاده یوسف رحمانی دزدی خونه سوخته سگ زویر خبرت کرده ایسم و این حلایی که شما انجام داده ایسه و این حلا قطعی کو قسم به خدا این ملت خیلی ملت قصدگیره باور بکنه شما دیگه کو یگان جا شما را قبول نمیکنه تا افغانستان میگریزی میری کجا میگریزی میری یگان جا قبول تو نمیکنه شما را با این ملت ظلم بس کنه ظلم به این ملت بس کنه شما را دیگه اگه اونجا قبول تا نمیکنه. خوب مهم که مردم تاجیک باید خوب بفهمه همین چیزا را اولی در نمایشتون میگذارن اگه دیدن که با ما خیال کردن که ما یگان توپویم در وقت میگیریم و میره نشر میکنیم که آنا عزت همون بچهش محمد یوسف در این مگزین کار داشته است سودا داشته است آنا شما باید پول نتی و پول میگیره در این مگزین میمونه و همتری میکنه. ای بخدا شرمتون بود به شما والله ایزا بکشه سگ آزاده در تاریخ خونه زندگی نمیکنه سگش سگ توتی داشت و چند میلیون گفتی گپو خریده بودش چند هفته شنبه را گفتن و توتی گمشید یا توتی اما آزاده در تاریخ خونه زندگی نمیکنه. ایزا نمیکشه که ما میره میگیره عکس میگیره میفرسته که بیا میخونه عزت امانه و نه این مگزین شه یا مگزین دیتاژه که گفتی چی نالاک سپوریده است در انداز همونجا کار کرده است نون همون زندگی همون مادر پیرش همونش که همونجا زندگی میکنن همون گذرونده است شرم نکرده با امینا رمان میکنه که امینا گویا که نشکنن گویا که ما با مردم بگیم که او شما با همون پلی که وفیر محمد یوسف گفتگی هم را امنیت نگفته باشش من عجب نیستم مثلا که محمد یوسف گفتگی که امنیت کی پول طلب کنه مردم پول بده مطلب گیره عزت امان اگر پول لازم باشه برادرای هستن که یک بار پرداختش میکنن همون 630,000 یک بار پرداختش میکنن برو تمام یگان پرابلم نیست کویش نه دیگه که اون پول پرداخت کرد پرداختش میکنه عزت امان یگان پرابلم نیست. برادرای حسن اون پول میتین پرداختش میکنن 1,630,000 اومدن برای پرداخت کردن والله زنگ زده گفتن ما اومده ایم برای پرداخت کردن همون عزت امان همون بچه‌ش بگم مثلا پول جمع نکنه انا که بعد بچه عزت امان میگم پول جمع کو ایس امنیت با مردم روی میکنه توسط بزای مسکو قطعی که ایره در رسانه‌ها بوتین اعلام کنه که اینا مگزین عزت امان دیده اولی بچه عزت امان با صورت گرفتگی در دنیای مگزینا با مردم عبران شما میتونن که دیده شما پول میتی با عزت امان بچه عزت امان در مگزین سودا داره.